هنر برای چی؟ یه فرمی از هنر رو به زندگیت اضافه کن. هر فرمی، هر کدوم که یکم بهش اشتیاق داری یا یکم توش استعداد داری فرق نمیکنه. و منظورم از اضافه کردن هنر به زندگی این نیست که الزاماً تبدیل بشی به یک هنرمند فاخر ماندگار در تاریخ. نه، میخوای یه فرمی از هنر رو به زندگیت اضافه کنی برای اینکه کیفیت زندگیت بهبود پیدا کنه. شاید در حد این باشه که صرفاً یه اثر هنری بخری و بذاری گوشه خونه. حالا چطور هنر این کارو با زندگیت میکنه، بهبود میده کیفیتشو؟ وقتی درگیر هنر میشی مجبوری بیشتر توجه کنی، بهتر ببینی، بهتر بشنوی، بهتر لمس کنی و به طور کلی حضور بیشتری توی زندگی داشته باشی. در واقع هنر یک پل بین ما و خود زندگی. جدا از این که باعث میشه افکار پیشرو در جهان داشته باشیم. برو سراغش اگر تا حالا این کارو نکردی.